این ترند جدید تیک تاک هستش که عکس بچگی خودت پارتنر تو میدی به چت جی بی تی، حالا ازش یه دونه عکس جدید میسازه که کنار همین انگار که توی زمان بچگیتون. خیلی خوشم اومد، دوست داشتم امتحانش کنم. بعد آره رفتم عکسای همسرمو بیارم، توی بچگی ازش گرفته بودم، یه چند تا از توش در بردم من تو آلبوم‌های قدیمی. اومدم حالا این کار بکنم، بعد نشونتون بدم. آره اینجاست، این توی مدرسه و اینا گرفتم. کیفیت دوربین ها و اینا خبر 30 سال پیش. اینو لحظه لحظه زندگیش عکس گرفتن، کلی توی آلبوم و اینا همش عکس هست. بعد اینو مثلا لحظه لحظه دیگه واقعا مثلا همه چی توشه، هر جا رفتن مثلا عکس گرفتن و اینا. بعد دیگه نوبت عکس من شد. این عکس منه، این عکس منه. خب چت جی بی تی با چیه این عکس بسازه؟ چجوری میشه اصلا؟ مگه ایران جز این دنیا نبوده؟ چرا؟ آخه مثلا دوربین نبود؟ یعنی فکر کنم که مثلا تولد من تا 8-9 سالگی من کلا 3-4 تا عکس باشه، اونم که اون 3-4 تا عکس هم اینجوریه دیگه. مثلا این یکیشه، این چی بگم آخه، پدر مادر عزیزم یه